مدیتیشن میکنید، بعدش حالتون خوب میشه. شهود دریافت میکنید، یه خوابی میبینید، یه آگاهی بهتون میرسه، یه موفقیتی کسب میکنید، رشد معنوی پیدا میکنید، زندگیتون رشد میکنه، تجربه معنوی به دست میارید. تو بیشتر اینا یه حالت شور و شوقی درون شما رو فرا میگیره، یه حالت وجد، خوشحال، سرحال، دلتون میخواد واسه یکی تعریف کنید. یه تجربه معنوی دارید، مثلا برون فکنی میکنید، پرواز روح، میخواید برید به یه نفر بگید وای من پرواز روح کردم، خب، یا یه تجربه معنوی داشتید میخواید برید برای یکی تعریف کنید. خواهشاً لطفاً به خاطر خودتون بدو نرید برای کسی تعریف نکنید. تجربه معنوی دارید، یه اتفاق خوبی میفته، درونی پیشرفت میکنید، خواهشاً بدو نرید این ور اون ور به کسی نگید، به نزدیکترین رفیقتون هم نگید، حتی به خانواده‌تون که اصلا نگید. اصلا این کار رو به خاطر خودتون انجام میدید. تو زمینه‌های معنوی مخصوصا تجربه معنوی، رشد معنوی، دریافت آگاهی، اصلا اینا اصلا تعریف نکنید. به خاطر خودتون بهتره که تعریف نکنید. اگر براتون مهمه که تو مسیر رشدتون پایدار بمونید، لطفاً برای هیچ کس تجربه معنویتون رو تعریف نکنید. اون مخصوص شماست.